13 مای در روز عید رمضان در مرز دهه سوی نویه بودکند قرقیزستان با دهه تاجیک نشین چشمه نویه سوخ ازبکستان مناقشه گروهی رخ داد. بحث ساکنان دو طرف مرز قریب 4 ساعت دوام کرده است. مقامات میلیسای ولایت بودکند خبر داد که تخمینا ساعت 11:20 چاروا یک ساکن چشمه از مرز گذشته وارد دهه سوی قرقیزستان شده است. یک ساکن 50 ساله سوی از ساکنان چشمه طلب کرده است که چاروای خود را ببرند. از آن طرف 6 ساکن چشمه آمده 5 ساکن سوی را لطکوب کردند. بعد این در دو طرف مرز حدود 50-60 ساکن محلی جمع شدند. در ماموریت ولایت بودکند به خبرگزاری ترموش گفتند که تا ساعت 15 هر دو طرف مناقشه آشتی کردند و ساکنان هر دو دهه خانه به خانه شدند. مقامات بودکند مناقشه اخیر را جنجال معیشی می نامند، ولی گفتند که تفتیش جزئیاتش ادامه دارد. رئیس نوی نویه بودکند اوچوق جورابیکوف تفصیلات حادثه را در صحبت با ترموش چنین قصه کرده است: چاروای ساکن چشمه وارد قلمرو قرقیزستان شده است. یک زن و پسرش هر دو شهروندان قرقیزستان به ساکنان چشمه خبر دادند تا چاروای خود را آمده بگیرند. در این زمینه جنجال شده است، ولی جنجال کلان نیست. بنا به معلومات مقامات یک شهروند ازبکستان دو ساکن دهه سوی را لطکوب کرده سپس به آن طرف مرز گریخته است. نویه سوخ ولایت فرغانه و شهرک شایمردان نویه فرغانه که هر دو به قلمرو ازبکستان شامل می شوند، همراه با جماعت واروخ تاجیکستان 3 قلمرو بزرگترین هستند که از 4 طرف در داخل قلمرو قرقیزستان مانده اند و ساکنان این 3 قلمرو برای سفر به باقی قلمرو کشورهای خود مجبورند که هر دفعه دست کم 2 مرتبه از مرز قرقیزستان عبور کنند. لازم به تاکید است که در سوخ و شایمردان که به ازبکستان تعلق دارند اساساً تاجیک‌ها زندگی می‌کنند. مناقشه روز عید در مرز قرقیزستان با ازبکستان در پی مناقشه خونین پایان ماه اپریل در مرز قرقیزستان با تاجیکستان است که با دست کم 55 کشته و حدود 240 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی 10 ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.